سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوبید؟ چه خبرها؟ من علیم. چه خبر؟ چیکارا میکنید؟ آقا اومدیم بیرون یه دوری بزنیم. عید فطر هم هستش، فردا تعطیله. کنم چند روز تعطیلی یه جایی برم یه ویدیویی بگیرم باهاتون اشتراک بذارم. الانم اومدم دنبال رفیقم مهدی، یکی از بچه‌های خوب و گل، اگه زیاد معطل نکنه ما رو. گفتم تا مهدی بیادش یکم صحبت کنیم، منم حوصله‌ام سر نره، شما حوصله‌تون سر نره. نظرتون درباره ویدیوهاش چیه؟ چه کانتنتایی، چه چیزایی بیشتر دوست دارید ویدیو بگیریم، کار رو انجام بدیم؟ بیشتر دوست هم نظراتتون رو بدونم، پیشنهادی بدیم میتونم کیفیت رو ببرم بالاتر، راهنمایی کنید ببینم چی کار میشه کرد. واقعا واسه من حمایتتون خیلی ارزشمنده، همین دیدنتون. خاطر همین دوست دارم که پیشنهاد بدید، صحبت کنید، کامنت بذارید، بگید چی به چیه، چی بیشتر دوست دارید. بکن خودتون یه کانال رو زدید و میخواین ویدیو آپلود کنید، دوست دارید که چه چیزایی، چه ایده هایی دارید بگید ببینم با هم درست کنیم، اشغال کنیم. بابت واقعا کیفیت بد و یکم نوب بودن و ضعیف بودن ویدیوها واقعا رسوایی میکنم. کم کم تماس سعیم میکنم که با هم پله پله همه چی رو بهتر کنیم، چه کانتنت، چه ویدیو، چه ادیت، چه همه چیز دیگه، چه هر چیز دیگه. این توپوقام بهتر بشه خودش جای شکر داره. خاطر همین واقعا دوست دارم این کانالی که زدم یه حالت صمیمی بودن و خودمونی بودنی داشته باشه که با هم بخوایم این کانال رو بهش پیشرفت کنیم، باهاش پله پله بریم بالا، کیفیت همه چیش بیشتر بشه. یه کانالی که از صفر داره شروع میکنه و داره بالا میره. مهدی هم اومد. سلام رفقا، من مهدی هم همونی که علی قرار بیاد دنبالش و ما داریم میریم که سلام دوستان، اینجا زمینه، بهترین جای زمین. بهترین جای زمین. الان شب اولیه که من و علی قضیه رو استارتش زدیم. من یه ویدیو گرفتم استارتش زدیم، حتی آپلودم کردم. جدی؟ آپلود کردم. اینا چیز میکنه؟ مازندرانی بدون کپی رایت راحت باش. ویدیو آدم بذاره بعد کپی رایت هم واسه این مازندرانی بخوری میخوره مگه؟ نداره سفر با ماست، سفر گلردیه. پیشنهاد داشت مهدی اومدیم یه آب میوه بزنیم. یاد این ولاگای داخل اینستا میفتم. کفش اگه اوکی بشه ما میریم اینجا آب میوه فروشی ترش. آقا تبلیغات نشه دیگه. نه ما هنوز تست نکردیم. هنوز تستش نکردیم. تست میکنیم، خوب بود به شما میگیم دیگه. دوشی مهدی بندو ببنده. تازه داداش یک کفش رو بسا دوتا. چرا کفش دوتا بند دارم؟ گرفتیم آب میبرم. خب میبره گرفتیم آب عشق کن داریم بخوریم. عید فطر، عید همتون مبارک. 100 سال به عید سالا. شاید در شما هم جالب باشه از اینکه در باز بود و در رو کلید نکرد. امنیت یعنی اینجا شهر بالاست. بیاین اینجا. آب میوه‌هاش هنوز نخوردیم ولی خوشمزه است. اول اینو می‌خوریم. آره. بعد آب هویج رو می‌کنیم مزهش. بزن خوشمزه است. خوشمزه علی. در حالت عادی هم همینقدر خوشمزه است. پس بیاین ترش و شیرین.
تو اسپانسری ما رو قبول کنه. یه شلیل داره فکر کنم. شلیل هم اونجا. عالی شده. این جدیدیه. این پرتقال هم بخورید. این هم خوشمزه است. خداییش خوشمزه است. این هم آب هویجه. شده براتون عجیب شده 2 تا آب میده. ما کبیریم. خیلی خوبی. کنیم. شهر کوچیک. پس پیشنهادمون به شما چیه؟ طبیعت رو بگردیم. حتما. هی باری بهم میدم ماست بدون ماشین شارژی واسه شد براریا تا سری بعد میبینم بولو گرفتم عمو حسن. بچه‌ها من مهدی رو رسوندم، بعد یه دوری زدم بودم، الان اومدم خونه. مرسی که دیدیم این ولاگو. بیشتر بچه‌ها دیگه هم میادن میان بیشتر با هم وقت می‌ذارم. مرسی.